عرض بکنم و در رابطه با آیاتی که حضورتون تلاوت شد. ما وقتی شرایط کنونی مسلمانان توی دنیا میبینیم، احساس بسیار شدید می شود که مسلمانان انگیزه عمل زیاد ندارند. سستی و ضعف و غفلت در مسلمانان امروز حاکم شده است و به نماز که از ارکان مهم و محوری و کلیدی دین هست، در رابطه با نماز کوتاهی هست، در رابطه با پرداخت زکات کوتاهی هست و در رابطه با حقوق مردم کوتاهی هست. حقوق الله ضایع میشه توی جامعه اسلامی به کثرت و حقوق الناس هم خیلی ضایع میشه. مسلمانان امروز پایبندی ندارن به دین و اون توجهی را که داشته باشن ندارن. وقتی این ضعف ها را جستجو بکنیم که این ضعف از کجا وارد شده و از کجا این ضعف در زندگی مسلمانان آمده است، به این نتیجه می رسیم که اصل و پایه و اساس که در دین اعتقاد مردم، در اعتقاد اسلامی، در اعتقاد دینی مردم ضعیفند. کار ما، کار مسلمانان از پایه خرابه، از اساس خرابه و این مشکلات مسلمانان زمانی حل میشه که اساس درست بشه، پایه درست بشه، اعتقادها درست بشن، مردم باورشون تقویت بشه و در درس‌ها و تعلیمات انبیاء علیهم السلام و قرآن عظیم الشان و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که این بررسی میشه و میبینیم که اولین کارشون در رابطه با اصول اعتقادی بوده که باورها را و اعتقاد را به الله تعالی، به قیامت و آخرت، به رسالت و نبوت، اولی چیزی که تقویت کردن اصول اعتقادی را. وقتی که باور به الله تعالی ضعیف باشه، اعتقاد به آخرت ضعیف باشه، عزیزان من، وقت مشکلات به وجود می آید. اعتماد بر الله تعالی و توکل بر پروردگار و توحید الله سبحانه و تعالی، خدا فرستی در درسای همه انبیاء علیهم السلام و تعلیماتشون به شدت موجوده. انبیاء علیهم السلام به این تلاش بودند که اعتماد مردم را به الله تعالی بیشتر کنند، مردم به الله تعالی توکل کنند. امروز اعتماد به اسباب زیاد شده و محبت اسباب هم در دل مردم زیاده. محبت دنیا، منافع دنیا، اسباب دنیا، وسایل دنیا. چرا که مردم میبینند اینها را و میشناسند، به اینها اعتماد میکنند و محبت اینها را دارند و لحاظا باور به الله تعالی ضعیف شده، اعتقاد به آخرت ضعیفه.
و روی این اون نعمتایی که الله تعالی در آخرت آماده کرده است به مراتب از نعمتهای دنیا و موقعیتهای دنیا و وسایل و اسباب دنیا به مراتب بالاتر است. این نعمت فانیه و نعمت آخرت باقیه. مردم فانی را ترجیح میدن از باقی برای اینکه فانی را میبینند، اما باقی را نمیبینند. و اعتقاد تا آنجا باید مضبوط و محکم باشه، اعتقاد صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به آخرت چنان اعتقادشون مستحکم بود و باور بسیار قوی بود که صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خیال میکردن که بهشت ببینند. بعضی از صحابه اقوالشون منقول هست که اینها میگفتن ما بهشت اگر ندیدیم ولی میگفتن که ما گویا بهشت میبینیم. انقدر به بهشت اعتقاد داریم، انقدر به آخرت اعتقاد داشتن، باور داشتن، لذا آخرت تا از زندگی دنیا ترجیح دادن. به الله انقدر توکل و اعتماد داشتن که به اسباب نداشتن، به رب الاسباب. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین، انبیاء علیهم السلام، مسلمانان صدر اسلام دور اول چنان اعتقادشون به الله تعالی قوی بود که کوچکترین تردید نداشتن، کوچکترین شک نداشتن و لحاظ عمل برای اونا آسان بود، پرهیز برای اونا از گناه آسان بود، پرداخت حقوق الناس و رعایت کردن حقوق الناس برای اونا آسان بود. و همین طور برای مسلمانان همه چیز را الله تعالی آسان کرده بود از روی اعتقاد. اعتقاد داشتن به حساب و کتاب که فردا حساب و کتاب هست، باید حساب پس بدیم. همه در صحرای محشر و قیامت حضور پیدا می کنند و آنجا خیلی جریان سخته، خیلی صحرای محشر هولناکه و وحشتناکه و خیلی بزرگتر از آنی که ما امروز فکر میکنیم و تصور میکنیم. ما خیال میکنیم که قیامت یعنی چه، حساب و کتاب یعنی چه و چگونه اونجا حساب پس میدیم یعنی چه. خیلی سخته و قرآن همین فرموده است که لا يحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه. فزع اکبر، قیامت الله تعالی فزع اکبر فرموده. فزع اکبر یعنی بزرگترین خوف، بزرگترین ترس، بزرگترین تکان. چنان ترس و خوف را نه کسی در بیداری دیده توی دنیا و نه در آخرت میبینه. اگر بم شب روز هم مثل مردم غزه بریزه به سر، انقدر خوف و ترس نیست که ترس آخرت از این خیلی سختره، خیلی وحشتناکه، خیلی هولناکه. فالساعة ادهی و امر. الله فرموده قیامت خیلی تلخه و خیلی وحشتناکه. وقتی که الله برای حساب و کتاب نزول اجلال میکنن و فرشتگان برای حساب و کتاب میآیند، حضور پیدا میکنن و انبیاء علیهم السلام حضور دارن و همه موجودن و اونجا فقط حساب و کتابه، خیلی سخته. اونجا وحشت میکنن، اونجا داد و فریاده، اونجا آه و ناله، آه و ناله و اونجا مردم میمانند
برای نزدیکان به نزدیکانشون مراجعه میکنند که از اونا عملی بگیرن برای نجات خودشون، و اونجا هیچ کسی حاضر نمیشه عمل بده، تازه فرار میکنن. مادر و پدر از فرزند و فرزند از مادر و پدر، قرآن میگه فرار میکنه. یعنی وقتی که اون طرف اصرار میکنه و مراجعه میکنه میترسه که این از من عملی بگیره، فرار میگذاره و میدود. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و اخیه. اون روز که انسان فرار میکنه از عزیزان، از نزدیکان مانند پدر و مادر، مانند همسر، مانند فرزند، از خانواده فرار میکنه، بدونی که چه روز سختی است، چه روز مشکلی است. و این روز ما از یاد بردیم و الان مردم که قبول دارن قیامت را، ولی قبول کافی نیست. قرآن میگی و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت اونها یقین دارن. یقین مهمه، باور مهمه. تنها قبول مایه نجات نمیشه. وقتی باور داشته باشه پرهیز میکنه، وقتی باور داشته باشه آمادگی میکنه. و یقین مهمه، اعتقاد مهمه. و ما باید خودمون باورهای اعتقاد را تقویت کنیم و به آخرت بیندیشیم، به آخرت فکر کنیم. گذشتگان ما می نشستند تنها در شبها و گریه می کردن، گاهی قبرستان مراجعه می کردن، دعای و گریه می کردن برای آخرتشون، نه برای دنیا که دنیای ما خراب شد، عزیز ما از دنیا رفت، عزیزان رفتن دنیای ما را خراب کردن. نه، گریه می کردن که عزیزان رفتن، ما هم می رویم. این اهل قبرستان رفتن کجا و در چه محلی قرار دارن؟ به عملشون رسیدن، به خدا رسیدن و اینها مهمان عملشونن. و لحاظا گریه بود، ناله بود، در دنیا توبه بود، استغفار بود، دیگران دعا طلب میکردن، چیزی که امروز به این توجهی نیست. همه وسوسه معاشه، همه فکر زندگی دنیاست و همه صحبت معاشه و اسباب و وسایل و بازار و گرفتاری های بازاران و گرفتاری های دنیوی هستند و فکر آخرت کم شده. توکل بر و اعتماد بر الله تعالی کم شده است. مردم روی اسباب حساب میکنند. خوبی اسباب باید در نظر بگیریم. دنیا و مادیات الله برای شما خلق کرده، برای ما خلق کرده، باید در نظر بگیریم. اما بدونیم که همه چیز در دست پروردگار است و هر چی که خدا بخواهد همون می شود. اعتماد بر الله، توکل بر الله، خدا را داشتن، خدا را نگهداری کردن خیلی حیاتی و مهمه. خدا را نگهداری کنیم، هیچ وقت خدا را ناراض نکنیم. خدا را رعایت کردن الله با رعایت کردن قوانین الله است، دستورات الله، فرمان الله تعالی است و حیاتی این برای ما مهمه. با خدا زندگی بکنیم، هر جا هستید با خدا باشید. مردم عزیز، کسی که با خدا است، خدا هم با اوست، خدا او را حفاظت میکنه، خدا از منافع او دفاع میکنه، خدا از تهمت ها و از ناسزاها که به بندش گفته میشه دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله دفاع میکنه از مؤمنان.
یعنی اونایی که بر الله اعتقاد دارن، ایمان دارن، باور دارن الله تعالی را، باور دارن آخرت را، باور دارن معتقدات را و اصول ادیان را. بهرحال این اصول در تمام ادیان سماوی بوده، در همه کتاب‌های آسمانی به وسیله همه پیامبران تبیین شده و هم خداشناسی و هم توکل و اعتماد بر الله، اعتقاد بر الله، وحدانیت الله، یگانگی الله. و همه انبیاء علیهم السلام به آخرت را تبلیغ کردن، حساب و کتاب را و اعتقاد آخرت را درست کردن. و ما فکر آخرت باشیم. تنها زندگی دنیا نیست عزیزان من که ما فقط فکر برای همین زندگی بکنیم و زندگی فرزندانمون، زندگی عائله خانواده من، بلکه هم برای دنیای بچه ها فکر کنم، فرزندان، آینده زندگی دنیای فرزندان ما باید فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم و هم برای آینده آخرت و دینشون. و این مدیریت الله داده، این شایستگی را به بشر داده که هم دنیاش را بیتونه بسازه، آباد کنه و دنیای خودش را، دنیای فرزندان را، دنیای آیندگان را و هم میتونه دنیای آخرت خودش را، فرزندان خودش را و برای آخرت آیندگان هم برنامه ریزی بکنه که آیندگان، نسل آینده که می آید از الله تعالی غافل نباشن، از الله تعالی دور نباشن، دین را فراموش نکنن. و لحاظا عزیزان مسائلی بود که این باید مورد تفکر قرار بگیره و مورد فکر قرار بگیرد و الله تعالی به ما توفیق بده. به هر حال قرآن عظیم الشان بهترین کتابه و کتاب بی نظیره. از قرآن دوری نکنید، از قرآن فرار نکنید. اینا همه درسای قرآنن، اینا همه تعلیم قرآن عظیم الشانن. قرآن به کثرت تلاوت بشه، مخصوصا رمضان شریف که می آید. البته قرآن برای رمضان نازل نشده، قرآن برای طول زندگی آمده است و رمضان چون که ماه نزول قرآن عظیم الشانه، لہذا باید بیشتر به قرآن مراجعه بشه و قرآن بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و ما بهرحال از درس های قرآن استفاده بکنیم، از قرآن آموزی استفاده بکنیم و مهمترین درس حیاتی درس قرآن است و همه باید قرآن عظیم و شان مورد توجه قرار بدن. مردم ما همه زن و مرد، کوچک و بزرگ، دختر و پسر قرآن یاد بگیرند، قرآن تلاوت کنند. قرآن معجزه قرن، معجزه گذشته حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دین اسلام بوده و تا قیامت معجزه. و قرآن هیچ کسی نمیتوانه مثل قرآن یا چند سوره از قرآن یا حتی یک سوره از قرآن عظیم الشان، قرآن به مبارزه طلبیده که کسی نمیتوانه بیاره. و همین برای صداقت قرآن و حقانیت قرآن کافی است. الله تعالی توفیق بده که ما از قرآن عظیم الشان استفاده بکنیم و قرآن خوانی را تقویت کنیم. یادگیری قرآن، دانشگاه ها، مدارس آموزش و پرورش، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و عموم طبقات مردم ما، بازاریان، کشاورزان، چوپانها، همه طبقات به قرآن نیاز دارند. قرآن کتاب همه هست و فهم قرآن را الله چنان آسان گردانیده که هر کس قرآن را میفهمد و لہذا این درس را باید، درس آخرت را،
درس خدا شناسی و توحید خدا را، اعتقاد صحیح را، اعتقاد درست را، معتقدات دینی را باید ما از قرآن یاد بگیریم. عمل کرده صحیح، عمل کرده درست قرآن راهنمایی میکنه و بهترین اخلاق را قرآن عظیم الشان است که به ما میآموزد. کتاب بهتر از قرآن به اتفاق مسلمانان، همه مسلمانان، همه گرایش‌های مختلف، بهتر از قرآن هیچ کتابی در دنیا وجود نداره و نازل نشده. و لہذا قرآن عظیم الشان باید کار کرد روی قرآن عظیم الشان و توجه کرد و برای فرزندانتون یادگیری قرآن عظیم الشان را در نظر بگیرید. و صحابه در زمانی که پیر بودند و سنشون خیلی بالا بود و مشرف به اسلام شده، قرآن عظیم الشان یاد گرفتن. و توجه داشته باشید که ماه قرآن داره میآید و الله به ما توفیق بده که توجه کنیم. واقعا نمیدانیم که با چه زبان از الله تعالی قدردانی بکنیم و شکر خدا را به جا بیاوریم که الله تعالی باران نازل کرده و باران رحمت. و بعد از ناامیدی که از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه منقول است که ایشون می فرمودن که تجربه کردن هرگاه که مردم از باران ناامید شده و که باران امسال نمی آید، در رحمت الله تعالی باز میشه. قرآن هم همین فرموده هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. بارانی که کل کشور ایران را بعد از ناامیدی، بعد از اینکه هیچ کسی پیش بینی نمی کرد، همه این کارشناسان را که هوا را پیش بینی می کنند و کارشناسی می کنند غافلگیر کرد در واقع این باران. باران وسیعه و قبلا گلایه بود آب که باران به ایران میاد تا مرزای ایران و باران انحراف پیدا میکنه به دیگه جایه. والله تعالی رحمتش را آورد الحمدلله و رحمت وسیع بود. کل ایران برف و باران فرا گرفت و نه تنها ایران بلکه افغانستان که به هر حال مردم ایران در افغانستان منفعت دارند هم و یکی از منفعت های مردم ایران آب کشور ما به خیلی از کشورهای دیگه هم می رود و این رودخانه ها میرن به کشورهای دیگه، به پاکستان میرن بسیاری رودخانه ها، به عراق میرن، به کشورهای هم جوار میروند و خیلی کشورها هستن که آبشون میآید توی کشور ما، از جمله بالاخره افغانستان و یک نکته خیلی مهمی که اینجا نیاز به آب به هر حال خود سیستان و بلوچستان هست، دریاچه هامونه و خشکسالی خیلی طولانی و چه رنجهای به هر حال هم افغانستان کشیده به خاطر کمبود باران، هم ایران و هم منطقه سیستان. و الحمدلله کسی را من سوال کردم که افغانستان بارندگی چطور بوده، گو همونطور که دل شما بخواهد شد. ماشاءالله چنان برف آمده که بعضی جا برف 3 متر آمده و باران هرچی که گو دل بخواهد آمده و انشاءالله سیل پشت سر سیل ما امیدواریم جاری بشه. البته این سیل ها آدم ها را نبرند و خانه های اونها را تخریب نکنند، ولی انشاءالله انقدر آب باشه که الله تعالی منطقه خشک را آب بده و دریاچه های خشک الله تعالی خشک شده را زنده بکند. و الحمدلله این نعمت الله تعالی هست. و در بلوچستان پاکستان هم سیل بردگی شده، باران زیاد بوده، تفصیلش را ما نمیدانیم، ولی در قسمت های جنوب استان ما، در
عرض کنم دشتیاری و کل اون مناطق که نامای مختلف داره اونجا، تلنگ هست و جاهای دیگری که در معرضای سیلند، خیلی همین اعلی در تهدید سیلند و بسیاری از روستاها محاصرات هستند، راههای مواصلاتی قطع شده، برق هم قطع، ارتباط هم نیست و بسیاری جا خانه ها در خانه ها آب وارد شده است، منازل وارد شده، وسایل خانه را از بین برده و هنوز این سیل داره جریان داره و داره از پشت هم تقویت میشه و به هر حال منطقه دشتیاری در خیلی جا محاصره سیل هست و نیاز هست که به هر حال هم کمک های مردمی به این سرازیر بشه و هم سازمان های دولتی وظیفه خودشون را ادا بکنند در رابطه با آنچه که اونجا نیازه و اون چیزی که تا حالا اینجا نوشتن دوستان دادن. ما گفته که وسایل مورد نیاز لودر نوشته شده، بردیزل، بیل میکانیکی، بسیار شرکتان که آنجا وسایل و امکانات دارن و این وسایل و امکانات خیلی اونجا نیازه، لودر نیازه، بردیزل نیازه، بیل میکانیکی نیازه و این وسایل سنگین نیازن و زیرانداز نیازه، موکت و پتو نیازه و مواد غذایی نیازه. بسیاری جا اعلی مردم برای غذا نیاز دارن و به هر حال امیدواریم که هم دعای خیر کنند که الله تعالی جلوی ضرر را بگیره، چون اینها فصل بهترین فصل کشاورزی اونجا همین فصله، هندوانه میکارن، موز دارن و یکی از بهترین محصولات انجام موز اونجایی که در سطح کشور میره و لحاظا این اکثر این کشاورزی را از بین برده این سیل، ولی بالاخره به داخل روستاها رفته، داخل خانه ها هم رفته، تا حالا تلفات جانی گزارش نیست الحمدلله، ولی به هر حال نیاز به دعا هست که دعا کنید شما در حقین مردم عزیز مسلمانان و همه انسان ها. این مسائلی هست که مسلمان و غیر مسلمان فرق نمی کنه، خویشاوند و غیر خویشاوندی فرق نمی کنه، وظیفه انسانی و اسلامی همه ما هست که به همه انسان رسیدگی بکنیم، حتی برای نجات حیوان ها، نجات کشاورزی، کسانی که امکانات و وسایل دارند تلاش کنند و حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی فرمودند که هر کسی که مریضی را خدمت بکند الله تعالی او را مریض نمی کنه. هر کسی که یک مصیبت زده را همکاری بکنه، کسی که در آفت گرفتار شده، در بلا گرفتار شده همدردی بکنه، امید قوی است که او را خدا به بلا و آفت گرفتار نمی کند و این خیلی مهمه. هم خدا پسندانه این کار، انسان دوستانه دین خیلی به این تشویق کرده و همه فرهنگ های دنیا به این مسئله ترغیب میدن، تشویق میکنن و همه جا این مسائل هست. الله تعالی توفیق بده که به این مردم عزیز انشاءالله همه رسیدگی کنم. مؤسسه هم محسنین رفتن که اونجا مستقر بشن در نوبندیان، این از همین مؤسسات مردمی هن و به هر حال او مدرسه این نوبندیان الان در خدمت همینه است که برای کمک رسانی میره اونجا و انشاءالله هم محل جناب مفتی حفظه الله هست و بعضی از اساتید بزرگ اونجا هستن و انشاءالله
کمک هایی که شما اینجا به مؤسسه برسانید و از همه چیز نقد بهتره و انشالله اونجا میرسه و به اونها توضیح میشه. و الله تعالی من یک مسئله اینجا عرض میکنم که این چندین باره که دشتیاری و اون منطقه و زرابات، این بر زرابات سیل بردگی نداشته، بعضی جا همیشه در معرض سیلن و یک چیزی که کوتاهی شده واقعا اینه که بالاخره این سیل همیشه باید، حالا چندین سال قحط بوده، این مردم منتظر باران بودن، دعا برای باران بوده و وقتی که بعد از چند سال قحط باران بیاید و بالاخره اینطور ویران بکنه زندگی اونها را و لحاظا این چرا برنامه ریزی نتوانستن مسئولان بکنن و مدیریت کشور چرا نتوانسته اینجا برنامه ریزی بکنه که وقتی سیل ها پشت سرن بالاخره اینها زیر ساخته را درست بکنه و با کارشناسی درست برنامه ریزی بشه و سیل ها را انحراف بدهند از محل و راه درست بکنن. هر چند ساله بالاخره سیل جریان پیدا بکنه و تمام داشت مردم و دارایی مردم را از بین ببره. این واقعا مسئولیت سنگینه. سدهایی که اینجا بسته شده، این سدها هم صحیح کارشناسی نشده و لحاظا یک سدها هست که بالاخره طغیان میکنه رودخانه و بالاخره به آبادی و روستاها میریزه. سدها هم کارشناسی در سطح ایران حالا کمتر سدهایی باشه که اصول رعایت شده، قانون سد زدن رعایت شده باشه، سد بستن و هیچ برنامه ریزی زیر سد نداره. این سده یا منطقه را خشک کرده، آب نگه داشته و آب تبخیر شده و یا این که همین صد آب داره، اینها صد را خالی نمی کنم، پیشبینی درست نیست. آب موجود، مردم تشنه آب ندادن، دیگه آبی آمده بالا سر قرار گرفته و بالاخره تخریب کرده. معتقدم که اینها حقشونه و بر مسئولان و مدیران کشور، مسئولان نظام لازم بود که اول برنامه ریزی برای اینها بکنن، هزینه برای اینها بکنن تا اینکه طرح سواحل ماکران که یک طرح خیلی پروژه بسیار بزرگی و بلند پروازیه که ما مردم دیگر را بیاریم اینجا در سواحل اسکان بدیم و شما مردم دیگر را بگذارید، اول همینه را نگذارید که توی آب غرق بشن و زندگیشون تباه بشه. این هزینه هایی که شما میخواهید در سواحل ماکران انجام بدید که دیگه مردم بیارید اینجا اسکان بدید، همین مردم را رسیدگی بکنید، زیر ساخته همینه را درست بکنید. همینه ایرانی هستن، همینه ملت ایرانن و چرا برای اینها کار نشه و دیگران هم میارید اینها در هر چند سال بالاخره در معرض طوفان و سیلن. این آبی که الان به دریا میره، این آبی که از ایران خارج میشه آب بسیار بزرگی است، دریایی از آبه. همین آب نگهداری کنید به جای اینکه دریا را شیرین بکنید که خب پروژه خوبی هست، خوبی دریا را شیرین بکنید، ولی آب باران که بهترین و برکتترین و کم هزینه همین نگهداری کنید، برای این برنامه ریزی بکنید و اینا مسائل که باید به این توجه بشه، به اینها فکر بشه. متاسفانه گاهی توی کشور ما بر پروژه های عظیم داره سرمایه گذاری میشه و در حالی که بعض پروژه که بلند پروازانه هستند توی کشور ما و ما نمیدانیم که چه کسانی کارشناسان و اگر به جای این پروژه های عظیم و بزرگ
به ملت رسیدگی کنید که مردم لان ندارن برای خوردن. مردم ایران دارن تلف میشن از گرسنگی، از تنگدستی و از فقر. و اگر کشور سرمایه داره، کشور ثروت داره، بهترین مصرفش خود ملت ایران است که ملت نگهداری بشه. این مهمترین پروژه و مهمترین برنامه از هر برنامه و پروژه دیگر نگهداری ملت هست که ملت بالاخره بتونه زندگی بکنه و گرفتار فقر رو نشم. فقر که میاد فساد میآید، فقر که میآید بدبختی میآید و وقتی که فقر و گرسنگی بیاید همه فساد امکان پذیر میشه. و الله تعالی توفیق بده که در مسائل اصلی کشور، مهم کشور مورد برنامه ریزی قرار بدن و بالاخره همون مسئله معروف نشه که میگن کسی درویش جای آمد و گفت که مرده ها را زنده میکنه و کسی گفت که تو مرده ها را زنده نکن، میدونست که مرده ها را نمیتونه زنده کنه، ولی همین که دارن میمیرن همین را نگذار که بمیرن. و مهم اینه که ما بالاخره ملت ها نگذاریم که جلوی ملت های دیگر، مردم دیگر شرمندگی بکشه، نتونه بدیهی های خود را به دیگران ادا بکنه با توجه به این که پول کشور ما که اعتبار کشور هست، اعتبار ملت ما است و او از ارزش افتاده و سقوط کرده در میان همه کشورهای همسایه و دور. اینها را نگهداری کردن حیاتی و مهمه و تأثیر گذاره و الله تعالی توفیق عمل عنایت کند. انشالله کمک کنید این مسجد ساخته بشه و این خانه الله تعالی هست و خانه الله را بسازید، خانه دنیا و آخرت شما را الله تعالی آباد میکنه. جزاکم الله خیر، خدا شما را موفق بداره. و اب مشکلات دارالعلوم زاهدان را خدمت شما عرض کردم که بزرگترین مدرسه هست و این هم با مشکلات و چالش مواجهه و انشالله ماه خیر و زکات همه توجه کنه. دیگه مدارس دینی را، مساجد نیمه ساخته را انشالله توجه کنید، کار خیر رسیدگی کنید و الله به شما توفیق عنایت کند. امروز شما میدانید که بر اهل غزه و مردم فلسطین خیلی واقعا عرصه تنگه و واقعا جای تعصب هست از کشورهای منطقه، خواه مسلمانان یا غیر مسلمانان، که تلاش لازم را نکردن برای حل این مسئله و بهرحال بر اسرائیل فشار نیاوردن که آتش بسا اعمال بکنه و مسئله را حل بکنه و واقعا کشورهای غربی هم خیلی کوتاهی کردن، کمک کرده اسرائیل ولی دست اسرائیل نگرفته که شما 30,000 مردم غزه و فلسطین را گذاشتید که کشته بشن. در این زن هست، در این بچه و اکثریت و غالبشان بیگناهن، نه نظامیان نه شبه نظامیان و خانه های ملت ویران شد و دولت اسرائیل که به هر حال خود را پرچم بردار یهودی ها میداند و مخصوصا اینا خودشون به همون صهیونیست نزدیکن و یک تاریخ اینجا گذاشته به یک قتل. این قتلها را تاریخ فراموش نمی کنه. درسته که برای ما یهودی و مسلمان فرق نداره، انسان برای ما مطرحه. اگر مسلمان به حقوق یهودی ها تجاوز کنند نزد ما همونطور ملامتن که به مسلمان تجاوز بشه
برای ما انسانیت مطرحه و اگر گروه های فلسطینی بر سر یهودی ها زیاده روی کردن، همه اینا ملامت کردیم که نباید از حدود شرعی و تجاوز بشه و نباید حقوق انسانیت در نظر گرفته نشود. ولی حالا که اینها بلا 30,000 نفر کشته، اینا آواران و جای ندارن، به صف نان میزنند اینها را، به صف وقتی که اینا به فلسطینیان به صف همین کمک رسانی و امداد رسانی که قرار گرفتن زدن و کشتن، خیلی درد آوره و برای فرزندانشون غذا ندارن، بسیاری علوفه میدن و علوفه حیوانات هم نمیرسه و این خیلی واقعا تو این زمانه، در این زمانه که دنیا واصل شده و همه دنیا نظارگری و میبینه، این برای خود این حق نیست و مایه نفرت میشه وقتی که اینها از هولوکاست همیشه فراموش نکردند و تاریخ هست که ظلم بر یهودی ها شده و اینها فرچم بردار این جریان خودشون رو نمیدانند چگونه خودشون هولوکاست درست بکنند و امروز به هر حال جنایت بزرگی است و ما امیدواریم که همه دعا کنید، دعا بکنیم که الله تعالی جنگ متوقف بکنه و به هر حال به این مردم رسیدگی بشه. مشکل 100 ساله و 70 و خورده ساله اختلاف حل بشه، دنیا حل کنه این مسئله را و اینا کنار یک دیگه زندگی بکنن، بدون دغدغه زندگی بکنن، موارد اختلافیشون حل بشه و دعا کنید که الله تعالی حل و فصل بیاره. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا رب العالمين، محتاج نظر لطف تو هستیم، محتاج توجه تو هستیم. یا رب العالمین، رحمت ویژه را از ذات یگانه تو درخواست داریم. یا الله رحمت خاص و ویژه همانطور که نازل کردی، این باران رحمت، این بارندگی وسیع، یا الله همه چیز در دست تو هست، تو همه گره ها را میتونی باز بکنی و همه مشکلات جامعه ما را میتونی حل بکنی. یا الله تمام گره ها را از زندگی مردم ایران، مردم منطقه، از اونهایی که در معرض سیلند و تهدیدند، یا الله اونها را رسیدگی کن و گره کشایی کن، به داد اونها برس یا رب. یا الله به داد مردم غزه و فلسطین برس یا الله یا رب، تا زمانی که تو نخواهی یا رب العالمین هیچ کسی نمیتونه مسئله را حل بکنه و هرگاه که تو بخواهی مسئله را آسان میکنی و به آسانی حل میشه. یا رب مشکلات همه بشریت و انسانیت، تمام جنگهای توسعه طلبانه و انتقام جویانه که توی دنیا جریان داره، یا الله این جنگها را همه تبدیل به صلح و سازش بکن. یا رب مسئله تاریخی فلسطین و اله العالمین بیت المقدس را حل کن. یا الله اینا را به سازش برسان، حق را به حقدار بده، سرزمین های اشغالی را به فلسطینیان برگردان و فلسطینیان را به سرنوشتشون حاکم بگردان و منطقه را برای همیشه آمن بگردان. یا رب یا الله دست تو است و یا الله تو اراده بکنی کافی است
همه چیز درست میشه. یا الله اختلاف ها و مشکلات ها و پریشانی ها را حل بفرما یا رب. یا رب به ملت ایران ترحم بفرما، به مردم ایران زمین و همه مسلمان ها، همه انسانیت و بشر رسیدگی بفرما. معضلات یا الله حل کن، مشکلات حل کن یا رب. پناهنده ایم به تو و متوسلیم به نامهای نیک تو، به اسمای اعظم تو یا ذا الجلال والاکرام. یا حی و یا قیوم، ای زنده و جاوید، ای زنده و پایدار، ای نگاه دارنده آسمان و زمین و همه جهانیان، توی نگاه دارنده، توی که مدیریت میکنی این جهان را. یا رب این مشکلات ها را مدیریت کن، این مشکلات ها را حل کن، حق را فیروز کن یا الله، حق را فیروز کن یا الله. مردم ایران را به خواسته هایشان برسان یا الله. مطالبات بر حق مردم را فیروزی عنایت فرما یا الله. عاقبت همه را به خیر فرما و یا الله اتحاد و وحدت و انسجام پیدا بفرما، به وجود بیاور و عاقبت همه را به خیر. الله گذشتگان همه غریق رحمت کن، خصوصا شهدای جمعه خونین را، شهدای همه ایران زمین را یا الله مغفرت کن و درجات عالی نصیب بکن یا الله. فیصله بفرما یا الله. یا الله اله العالمین همه قبرستان های ما و همه مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات مغفرت کن. درجات علامه مولانا عبدالعزیز بانی خیر را یا الله درجاتشون عالی بفرما، بلند بفرما. همه علماء و نیاکان و بزرگان و نخبگان و انسانای مفید غریق رحمت بفرما، همه عموم مغفرت فرما و مریضان شفا بده، به اولادان اولاد صالح و تمام گرفتاری از زندانی ها را وسیله آزادیشون فراهم بفرما و عاقبت همه را بخیر کن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. وصلى الله